سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 8 می همراه شما. با مناسبت 70 سالگی پیروزی بر آلمان فاشیستی در شهر دوشنبه راهپیمایی نظامی برگزار شد که در آن بیشتر از 2000 افسر و سرباز تاجیک و روس شرکت کردند. در راهپیمایی که در باغ غلبه دوشنبه صورت گرفت، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و سبب سفر رحمان به مسکو برای شرکت در راهپیمایی نظامی در پایتخت روسیه در تاجیکستان امسال مراسم بخشیده به جشن 70 سالگی پیروزی شوروی سابق در جنگ سالهای 1941-45 روز 8 می تجلیل شد. امام علی رحمان ضمن سخنرانی در این مراسم گفت: روز 9 می به پیروزی بزرگ بر فاشیسم 70 سال پر می شود. جنگ دوم جهان در تاریخ انسانیت از جمله فاجعه بارترین جنگ ها به حساب رفته. عاقبت های دهشتبار آن تا هنوز در جسم و قلب های آدمان و خاندان مردمان گوناگون عالم از جمله خلق تاجیک احساس کرده می شود. یکی از سابقه‌داران جنگ جهانی دوم از تاجیکستان خاطره‌هایش را به خبرنگار رادیو آزادی شادمان یتیم چنین نقل کرد. شش ماه خونده ولی شربون با پرواز کردیم 12 پرواز کردیم بچه یاشون 16 داد مخصوص معلوم 16 داد بعد این اون ورم کرد کم شود و تکنیک سرزون در جنگ شوروی علیه آلمان فاشیستی تقریباً 300,000 تاجیکستانی شرکت کردند و 99,000 نفر آنها در میدان‌های نبرد کشته شدند. رهبر سابق گروه آریانا مدیا و مؤسس روزنامه امروز نیوز میگوید از این مقام رفتنش هیچ انگیزه سیاسی نداشت. با گفته رستم جانی او از این مقام به سبب به کار دیگر گذشتن رفته است. رستم جانی در مصاحبه نخستینش بعد برکناری روز 7 می بر رادیو آزادی گفت و فعالیت خبرنگاریش ادامه می‌دهد و چند فیلم مستند می‌سازد. رستم جانی را 8 ماه پیش از مقام رهبر گروه آریانا مدیا و سردبیری رادیو امروز که با برنامه‌های انتقادیش معروف بود گرفتند و مطبوعات تاجیکستان میگفت که او را برای همین انتقادهایش برکنار کردند. پدری که پسری به اصطلاح جهادیش را عاق کرده بود میگوید با وجودی که پسرش را 17 سال به زندان محکوم کردند از گناهش نگذشته است. تویچبای عبداللهف ساکن ناحیه اسپیتامین ولایت سوخت بر رادیو آزادی گفت از زندانی شدن پسرش جولان یوسفوف ملقب به عبدالله اویسخان 3 ماه سپری شد و افزود روز اعلان حکم نیز در دادگاه بین او و پسرش جنجال برخاسته است. جولان یوسفوف را آخری سال گذشته همراه 9 رفیقش با گناه عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و دعوت جوانان تاجیک به جنگ سوریه دستگیر کردند و ماه ینور امسال به سالهای طولانی زندان محکوم نمودند. لطفیا عینی دختر خورده صدرالدین عینی ادیب و اساسگذار ادبیات نوین تاجیک روز 7 می در سن 81 سالگی در دوشنبه درگذشت. مراسم ویداع با لطفیا عینی روز 8 می در منزلش برگزار شد و او را در قبرستان سری آسیای شهر دوشنبه دفن کردند. در مراسم دفن وزیر فرهنگ تاجیکستان و دیگر مقامات رسمی و ادیبان و زیایان تاجیک شرکت داشتند. بعد مردن غم مخور مخفی که در آیین عشق بلبل و پروانه گیرد پایه تو. من از دیروز همین شعر فراموش کردم نمیتونم. دیروز هم آمده بودیم دیروز میخوام بگم که پایه تو بود که این زنی بزرگ، این فرزندی بزرگ، این مادری بزرگ من روز همون. لطفیا عینی در پژوهشگاه تاریخ اکادمی علم‌های تاجیکستان کار میکرد و یکی از محققان شناخته صنعت معاصر تاجیک بود. آثار زیادی نیز باقی گذاشته است. از این پیشتر در ماه اوگوست سال 2010 یگانه پسر استاد عینی کمال‌الدین عینی بر اثر خونریزی مغزی در سن 83 سالگی درگذشت. گوشتگیران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در گوشت طرزی آزاد و یونانی و رومی که در خطر برگزار می شود 2 نشان به دست آوردند. فرهاد آنقلوف پهلوان تاجیک در گوشت طرزی آزاد در وزن 125 کیلو رقیبانش از ازبکستان و قزاقستان را شکست داد و مدال برنجی را به دست آورد. زلیم خان یوسفوف گوشتگیر دیگری تیم تاجیکستان است توانست حریفانش از قرقیزستان و ایران و هند را مغلوب کند و
نشانی نقره مسابقات آسیا در گوشتی طرزی آزاد و یونانی و رومی را صاحب شود. عین زمان دسته تاجیکستان در بین 30 کشور در مقام 8 قرار دارد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.